театри давлатии ҷавонон ба номи маҳмудҷон воҳидов ҳамасола намоишномаҳоеро рӯи кор меоранд ки мазмуну муҳтавои баланд доранд. ҳунарпешаҳои ҳирфавӣ бошанд, рӯи саҳна бо як маҳорати баланд нақш меофаранд ки бинандаи закиву ҳушмандашро бетаъсир намемонад. салом бинандагони гиромӣ, барномаи навбатии нақш аст ва мо ин лаҳза атрофи намоишномаи шаби дур аз ватан ҳарф хоҳем зад ва қаҳрамони мо аз ин намоишнома ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон абдумумин шарифӣ интихоб гардид. саломи гарму самимӣ моро бипазиред ва ташаккур мегӯем ки имрӯз дар барномаамон ширкат меварзед. дуруду салом ба шумо, ба бинандаҳои азиз гиромӣ, ташаккур барои даъват. саломат бошед. намоишномаи шаби дур аз ватан аз рӯи ашъори шоири халқии тоҷикистон марҳум Бозор Собир дар таҳияи ҳунарпешаи маъруф коргардони театр Нозим Меликов рӯи саҳна омадааст. аз оғози ин намоишнома порчаеро пешниҳодатон мекунем ва бо сари суҳбат бармегардем. تو خانه من مسافه بسیار است، رسمم با دو چشم چار در دیوار است. از مای من آینه من سیر نشود، آینه من منتظر خانه من دارای خوابم یک قلمی پری و خوابم بوده. من بالینی همسری ندیدم عمره، در بالین من جلد کتابم дар ин намоишнома ҳунарпеша аз хотироти рангини кӯдакӣ ёд меорад. чун дур аз ватан уфтодааст, боз ҳам дилаш барои ватанаш, барои обу хоки муқаддаси кишвараш тапиш мехӯрад ва ҳамаи инро ба андеша меораду нақш мебозад. ҳамин тавр не? бале, бубинед, худаш ҳарчанд мегӯянд ки мо аслан дар ин дунё муҳоҷирем, мо инсонҳо, аммо боз чизи дигар ҳам ҳаст ки қисмат ба ҳамин оварда ки خداوند خلق کرد، قوم کرد و گوشه های زمین به اونها جدا کرد و اونها برای خود این وطن خواندن و با خود همین تصمیم گرفتن که یعنی ما باید در اینجا زندگی کنیم، ما باید در اینجا رشد کنیم، ما در اینجا باید باشیم و خدا نکند و ترک همین زمین، همین قسمت زمین، همین اونه که وطن خود میخوانیم، اونه که به قول استاد در نمایش هست که در ناف زمینش خونی نافم ریخت. وقتی اون وطن میخوانی و از اونجا که وقتی که مهاجر میشه البته خیلی سخت است. هرچند دکور این نمایشنامه به نظر عادی نماید هم، ولی در آن فلسفه بزرگ نهان است. هر یک جزئیات این نمایشنامه یک خاطره رو باز میکند. مقصد این کارگردان و اصلا همه ما و ایجادکارا همین است که بیشتر تکیه به غایه میکنند، تکیه به معنی میکنند، تکیه به آن میکنند که مخاطب بیننده به اندیشه وادار کنند و برای همین دکور مثلا این چیزهای ظاهری بعضا می شود که اونقدر مهم نیست. وقتی که اگر ما اون معنی و اون منطقی، اون دردی که می خواهیم، اون غایه بزرگی که ما می خواهیم اون رو پیشکش کنیم و اگر اون هدف رس است، دیگر حاجت به دکور و به این چیزهای بزرگ و به این چیزهای ظاهری نمی ماند. هرچند در بعض نمایش ها این چیزا طلب میکنند، اون چیز لازم است، اما در این شکل در این نمایش کارگردان تصمیم گرفت و پیشنهاد کرد، این چیز اونقدر شرط نبود. وقتی همین نمایشنامه در صحنه پیشکش تماشابینان یعنی گذاشته میشد یا قرار میشد که مثلا همین نمایشنامه باید برگزار شود، یعنی مردم تعدادی مثلا خیلی زیاد از بودش مثلا تشریف می آوردن و تشریف می آورند. هیچگاه نشده است که مثلا از این نمایشنامه مردم یعنی ناکام رفته باشد و این از اون شهادت میدهد که هم کارگردان، هم موضوع اثر و هم قهرمانانی که در این اثر مثلا نقش آفرینی میکنند یعنی موفق شدند و همون هدف و مقصد و مثلا یعنی یک نوع
طلبی که داشتن یعنی همون برآورده شده است، یعنی تیری که از کمان روانه شده بود به نشان رسیده است. қаҳрамони асар бо тамоми ҳастӣ бо як эҳсоси баланди ватандорӣ дар саҳна нақш меофарад ки ба дарди муҳоҷирон бархурд менамояд ва маънои дур аз ватан буданро ифшо мекунад. дар ҳақиқат ин намоишнома касро ба андеша кардан водор месозад. шаби дур аз ватан намоишномаест ки пур аз дард, андӯҳ ستاره ها در ویژه های شب مانند شبنم طفلان آدم هم. ستاره ها نشانه های به نشانه ها طفلانی گهواره های خالی هست، طفلانی لالچینی آسمانی هست. افسانه و الله های کودکی شبانه از فرشته ها شنیدن، پستانی محمکیدن. ستاره های خوبروی، زرین نموی، کودکانی آرزوی شبانه بازی میکنند در کوچه های کهکشان، در کوچه های جاویدان آفریشتگان. یک زمره گردش هایی که پر از سوز، پر از درد، پر از مثلا انمون، یعنی گویم که کنج عزلتی که میالتد با خود تنها میماند، یعنی واقعا همچون یک انسان هنرپیشه مثلا همین نازکی ها را مثلا توسط دستی کارگردان و هنری بالای خود عکس کرده توانسته است که وقتی که مثلا من تماشابین جای مثلا با یک کلام او مثلا اشکالوگی را میکند، نفسم تنگی میکند و میخواهم داد گفته گیریم. جایی مثلا یک کودک همراه او خرسندی میکنم، جایی که پروازی میشود مثلا من هم میرم دنبال مثلا تخیلات خود مثلا پروازی میشم و فکر میکنم که اینم یعنی از همون هنری بالای همون هنرپیشه درک می‌دهد. سوز دل و درد و داغ یک انسان وطندوست و وطنخواه را در سیمای یک مرد مهاجر که سرنوشت او را به کوی مسافرت و غریبی برده است انعکاس میکند. برایتان این ابراز مشکل نبود؟ البته مشکل بود، خیلی سختم بود. ببینید وقتی مهاجر آدمی عادی است اون دیگر است. وقتی که مهاجر آدمی اندیشه است، آدمی معرفت است، اون چیزی دیگر است. وطن هر کس هر گونه میفهمد، هر گونه درک میکند، وابسته به خود او، به باطن او، به مفکوره او، به اندیشه او. و مهاجرتی مردی فرهنگی خیلی سخت است. obrazی بسیار هم خاطرمان، obrazی قوی، obrazی که واقعا به معنای تامش همچون یک هنرپیشه اصیل و موفق روی صحنه آورده است که یعنی به یگان تعریف من همچون یک تماشابین گویم از کنار، همچون یک کارگردانی که قدم های مثلا اولین و مثلا تازه خود را مثلا در این جاده میگذارم، من را از کنار بارها نظاره کردم که واقعا وقتی که یک مسئولیت سرکارگردانی بر دوش من افتید، وقتی که همین نمایشنامه راه اندازی میشد، یعنی واکنش ها زیاد میشد که این نمایشنامه در صحنه راه اندازی میشود، آیا تماشابین چگونه قبول میکنند، اما هیچگاه نبود. دردی فرهنگی فقط یک دردی خانوادگی، فقط یک دردی اجتماعی، فقط یک دردی این دنیایی نیست. همه دردها، چه دردی باطنی و ظاهری و همش، هم اجتماعی و هم فرهنگی، همه اینها بالایی هم. و برای همین هرچی قهرمان من در صحنه فغان میکنه، داد میکنه، اصلا همین چی است. مرد مهاجر شبه را با رویا پشت سر کرده، گاهی شادی میکند و گاهی اشک میریزد و گاهی میرقصد و گاهی خود را سرزنش و ملامت میکند که حتی داد و فغانش به فلک میپیچد. یک پل از این مردم، یک دوش از این زهرا، یک شاخه از این دریا، ما را بس از این دنیا.
داشتن رو یاد آورد یارهای درد و کبود میرمند ابرهای سرگردان ارزهای خارزاری بلند ابرهای سفیدی سرگردان در دلم بدم که به ساحل خانه های خیالی بیرونند کودکان خیالی هم چه برود در بدن از بسی تو گریانم. در نمایشنامه شب دور از وطن نقشی که من می آفریدم نه تنها نقش رویا بود. در اون نقش انعکاس می‌یافت مادر، وطن، همسر، فرزند، یعنی همه اون جوانی، مهر و محبت. و میدونید هر لحظه که من پیدا می شدم و با همان مهاجر که عبدالمومن شریفی نقش می آفرید توأم می شدیم و حس کرده می شد تا چه اندازه رویا با مهاجر با هم هستند، یکی یکتا هستند. وقتی تماشابین این نمایش تماشا میکند در ذهنش همین چیز پیدا می شود که چگونه غربت، چگونه بی‌وطنی سخت است، چگونه بی‌وطنی دشوار هست. من گمان میکنم که عبدالمومن شریفی که یکی از هنرمندای بسیار موفق و بسیار حساسی تئاتر هست و عموما در آفریدن چنین نقش‌های پسیخولوژی، نقش‌های که پر هست، پر از غم و پر از درد و پر از فکر و پر از اندیشه و پر از همین چیزها هست و بسیار مهارت دارد. هر یک تیکه این رویا بازگوکننده یک تیکه، یک پاره خاک تاجیکستان هست، یک پاره خاک وطن هست. اصلا در این نمایشنامه شما طریق نظم بیشتر سرود میخونید، سخن میگویید، عکس‌ها را تماشا کرده دردهای ناگفته اتان را افشا میسازید. کمی اطراف همین قسمت نمایشنامه نقل میکردید. وقتی که درد زور میارد به انسان، آدم به هر چی رو میآورد، خود به خود به سرودخوانی میگذرد یا یادی که هر چی کاری میکند که دردش سبکتر شود، هر کاری میکند که اون چیز فراموش کند، بخصوص در تنهایی، بخصوص در حالت مهاجرت. و قهرمانی منم همون چیز است و در تنهایی البته یاد میکند، یادی فرزندای خود، یادی خواهر خود، یادی برادرهای خود، خانواده خود، وطن خود. البته به این نمی شود اگر همه اینا در دل بگیرد دلش میکفد. باید ابراز کرد، باید کجای حرف زد، باید کجای درد دل کرد، باید کجای سبک شد. این چیز هم هست. روزه که همچون اشک از رخسار مرا پیراهن نبود از کوسال برفتم کودکی را دست یاری کهکشان ماندم برفتم کودکی را در ادیرها پادبان ماندم. آهنگ و سرود هم یک جزء جدا نشونده نمایشنامه بود. در تهیه سرود و موسیقی کیها زحمت سنگین کشیدند؟ من کم کم نه اینکه در این نمایش، در چندین نمایش ها با سرود خواندم، بعضی آهنگ های استفاده کردم. خداوند به من کمی صدای داد است که من میتوانم بعضی سرود خوانی کنم. سرود اصلا حسن نمایش است و به این خاطر هرچی نمایشی رنگین تر شد جذابتر می شود و به این خاطر ما با مصلحت کارگردان و کارگردان هم به همین خاطر شاید من به این نقش انتخاب کرد که همین از واسطه های مثل آوازخوانی من، صدای من استفاده کند. چون شما مهارت آوازخوانی که دارید، بله همین یک کمتر صدای دارم. به این خاطر ما همین خیال شد که به واسطه هر کجایی که دلمان خواست، هر کجایی که لازم بود ما سرودهای استفاده کردیم. سرودخوانی، آوازخوانی من استفاده شد و فکر میکنم که یک قسم جذابیت نمایش هم در همین است. اگر دیده باشید در نمایش هم موسیقی زنده صدا میدهد و هم موسیقی که طریق فونوگرام میروند. خب اون زنگوله ها و اون چیزایی که از زنده و من دایره می نوازم و در بعضی جای نمایش این خودی خواهش کارگردان که ما
هر چی که داریم پیشنهاد میکنن کدومش که کارگردان قبول کنن. خب همین خیلی جایش شد که یعنی بداهتان شد، یعنی ما یعنی جایی است که موسیقی دایره میخورد، جایی است که موسیقی زنگوله و جایی است که موسیقی فنگرام. همین گونه نمایش موسیقیاش تولید یافت و ما استفاده کردیم در نمایش شب دور از وطن. намоишномаи шаби дур аз ватан бори нахуст дар ҷашнвораи театрҳои касбии парасту 2011 пешкаши роғибони театр гардидааст ва мақоми дуюмро касб кардааст. دریا سال من ماهیست، سال من ماهیست، سال من ماهیست، اما ماهی افلاک نیست، ماهی افلاک نیست، ماهی افلاک نیست. دانه‌های خالی را دیده در شاخ درختان، کلبه‌های خالی کوی پدر را میکند آنجا دهانی باز درهای شکسته، میکند آنجا دهانی باز درهای شکسته. шумо дар ин ҷашнвора беҳтарин нақши мардонаро соҳиб гаштед ва мегуфтед ки ин чандумин муваффақияти шумо буд. اون وقت این دومین جایزه بهترین نقش مردانه من بود. پیش از این سال 2008 من در جشنواره بین المللی ارت آردا در کشور قرقیزستان در شهر بیشکک من جایزه بهترین نقش مردانه گرفته بودم و این جایزه دومین من بود، بهترین نقش مردانه. نگفتن اومد که خود عبدالمومن شریفی از همین نمایشنامه شب دور از وطن هم در جشنواره داخلی یعنی در پرستو صاحب جایزه بهترین نقش مردانه است و هم در چندین جشنواره‌های بین المللی. اگر خطا نکنم شاید 4 یا 5 جایزه بین المللی دارن. از این نمایشنامه خیلی در سطح عالی بازی میکنن. مثلا یک صحنه همون وقتی که به خاطر میاد گذشتگانشون اون رسما رو میبرد و یعنی گور میکنند، همون سرودی مشهوره که همگان میخونن استاد سید قلبلولف و شادروان قربان عبدالله از خاک وطن گوری پدر در دل من. همینجا ببینید هنرمند تا درجهش نقش اجرا میکند که اشکاش جاری میشه. یعنی میبینید که هنرمند یعنی دروغ نمیگوید و خیلی صمیمی است وقتی که میگوید که من وطن رو از قفای پاده تأسیس کردم. بیاد همینجا وقتی که وای قصه میکند یعنی همون شعر میرد جای وطن خودمون، یعنی وطنی که من تولد شدم، که وطنی که خود بیننده تولد شده، اونجا پیش نظرمون همون تپه‌های سبز گندمزار و اون چیزی که در شعر خیلی استاد زیبا تشبیه داده است و در اجرای عبدالمومن شریفی هم خیلی زیبا عکس می‌یابد و یعنی پیشنهاد میکند. عبدالمومن شریفی مهر و بزرگی وطنро نه تنها با سخن با شعر بلکه با محبت صمیمی توانسته است که توسط این نمایشنامه به راغبون تئاتر نشان دهند. من وطن را صاف به شرح و بیان فهمیدم، از پی مال و شمالش رهروان فهمیدم. من به او وابستم، هم با قدم هم با کلام. خود راهش را اگر گم میکنم گم میشم، خود راهش را اگر گم میکنم گم میشم. در نقش رویو که ماهپیکر یورو انتخاب گردیده است هر لحظه با شما همدم و همراز است. همین قسمت نمایشنامه به خود شما پسند بود؟ اگر من خودم تنها می بودم شاید اونقدر جذابیت، اونقدر رنگارنگی در نمایش نبود. رویا همه خاطره های، همه آرزوهای هوس این قهرمان است. دیدی قهرمان مهاجر است. و این خاطر البته وقتی که بیننده این رویا می‌بیند با چشم سر می‌بیند، وقتی که این رویا هماهنگ میشد، هم درد میشد، هم راز میشود، البته این باید که خوب باشد، باید جذاب باشد، باید بیننده هم از این چیز راحت کند و فکر میکنم که این خوب است چون کارگردان بیهوده این کار نکرد. و هر زمانی که رویا پیدا میشود مهاجر با خوبهای خود میرود و با آن همون خیالهای خود، با آن همون یادهای خود و همه آن میدونید در خواب مهاجر است. یعنی وقتی که اون خواب می رود رویا پیدا می شود، جوانی او رو به یاد می آورد، آن همون مهر و محبت، عشق، یعنی همه چیز در همون رویا بود. من همون رویای خود، همون خاطرهای خود وقتی می بینم با چشم سرم میبینم، البته به من قهرمان
این علاقه الهام دیگر می باشد، علاقه حالت من دیگر می کند و من می بینم که این خاطره من، این رویای من باز با دردهای من همراز می شود و حتی در جای من تنبیه می دهد، حتی دردی من باز لوچ میکنه، روشن‌تر میکنه، من به اندیشه، من قهرمان به اندیشه وادار میکند با سخنهایش. در خصوصا شیخی در نمایش در مسئله وطن، مثلا اشتباههای من وقتی که میگوید بعضی دردهای من روشن‌تر میکند، افشا میکند. البته این خوب است، البته برای من قهرمان و من هنرمندم الهام بخش است این چیز. تا آخر نمایشنامه شما با رخت خواب آواره بودید و نمایشنامه با چه انجام یابد؟ مهاجریمات رخت خوابش با خود است. همه جا میرد با رخت خوابی خود میرد. بعدا این رخت میزند، میشکند، چون باز درست میکند، ساز میکند، چون علاج نیست. بعد از خود بی خود میشود. همه این دردها پخش میکنه، اما باز آخر به خود می آید و باید زندگی کرد. نه دیگر خیرمنی گندم، نه دیگر خیرمنی ما. به هوا توده ابرم، به زمین توده خاکم. تیر ماهم، تیر ماهم، تیر ماهم، تیر ماهم. همه سردم، همه گردم، همه زردم، همه دردم. تیر ماهم، تیر ماهم، تیر ماهم، تیر ماهم. ما اینا به خاطر نان پیشنهاد کردیم که مردم بگریند یا مردم زیر بار این غم و این درد باشند که برابر ما مثلا فغان کنن، اسیان کنن. ما پیشنهاد کردیم به مردم که بینن که وطن چی است، وطنداری چی است، هستی انسان چی است، هستی ملت چی است. که ما امروز خداوند ما را ملت تاجیک آفرید، با فرهنگی خود، با زمینی خود، با وطنی خود، با زبانی خود و هستی ما هم در همین است. نسبت وطن و وطنداری سهلنکاری نکنند، سبک فکری نکنند که هستی انسان در وطنش است، در اصلش است، در فرهنگش، در شناخت خودش است. تشکر برای صحبت بسیار هم صمیمی و خاطرمان. بگذار هنرتان همیشه معرفگری صنعت تئاتر کسبی تاجیک باشد و مخلصانتان کم نگردد. و بار دیگر به شما و به تمام هنرپیشه های تئاتر سپاس میگوییم که چنین نمایشنامه بلند مضمون را پیشکش راغبان تئاتر گردانیدند و توسط این نمایشنامه در نهاد هر یک تاجیک و تاجیکستانی مهر و محبت وطن مادر را بیدار نمودند. خدا کنه. خوش آمدید به برنامه. سلامت باشید. به شما هم تشکر به همکارانتان برای توجه. بینندگان گرامی، قهرمان برنامه ما بودند از نمایشنامه شب دور از وطن هنرپیشه شناخته تئاتر دولتی جوانان به نام محمود جان واحدوف عبدالمومن شریفی. برنامه نقش انجام یابد. خیر تا برنامه های دیگر.